چیز به فکر ما خطور میکنه که حزب اسلامی هم زندانی داره و طالبان زندانی داره، مگر این جمعیتی گکا هیچ یا وحدتی ها هیچ زندانی نه در اسارت امریکا داره، در گوانتانامو بردن اینا را، نه در بگرام هستن، نه در همین زندانای پولچرخی. اونا مار مرده و مزدور هر در، بی ضرر و بی خطر، در هر اشغال و در هر کاسه از سفره این و آن میچرن و سب آرام هستن. برادر احمدشاه مسعود کلانترین قاچاقبر زیورات افغانستان، اشجار قیمتی از یاقوت تا زمرد و دیگه ویترین داشت در لندن، تا جایی که شنیدیم. و داکیومنتری در داخل یوتیوب شما داخل شوین، یک بار پخشم شد، خود از او میدن و خوب زرگر و جواهرشناس است، چون میفروشه و میخرسه، مال و دارایی افغانستان میکاویدن و میفروختن و حال هم به می مسائل قاچاق و اینا گرفتار. هیچ اونا زندانی ندارن، چون اونا مبارزه در برابر نه اشغال کردن و نه امریکا و نه دیگه، سر خم کردن و در مو کثافاتی از اونا و در آبخوری از اونا استادن. گفته همو امریکایی گفته بود که یک اسب اگر آم میسازین یا یک گلاغ، اول همو زردک یا رشقه را پیش کنین و وقتی اگر خورد او را قیزه کنین و بدوانین و مرکبتان بسازین، و اگر باز قرد زد و خیز زد و دهن انداخت، بازم چوبی هم توی خطرناک به دست دیگه تان نگه دارین که با چوب را رام بسازین. یا بسیار آرام بر کس یک زردک و یک رشقه را پیش کرد، میخوره و اسب سواری که خود از یا زین با خود حمل میکنن، این طرف بده و اون طرف بده، و همین اعضای جمعیت و شورای نظار و حزب وحدت و مزاری شهید و شهیر و قهرمانای اینا از پای زینکده و لاغهایی که آماده حمل باداران خارجی و داخلی خود خواهد بود. اونا خود هیچ کس ندارن، مگر چرا اینا باید بلند می شدن که واقعا اگر حزب اسلامی است، اگر طالب است یا هر کسی دیگر ناحق در یک زندان که در برابر اشغال و بزرگمردان افغانستان چون اجدادی از اونا که امروز روز خروج قوای سرخ 36مین سال خروج قوای بیگانه را تجلیل می‌دارین و افتخار دارین، امروز همو کسایی که در زندانها قرار دارن آنهایی هستند که واقعا میخواین برای شما باز دوباره افتخار کمایی کنن و کپ قهرمانی بیاورن. به چنگ همی استثمارگران و اشغالگران افتاده. اگر واقعا در کلی از اینا ایمان و جهاد هست، در یک صف باید بیستن. اگر حکمتیاری بود یا نبود، اینا در کنار مردم افغانستان بیستن. اگر 7 و 10 هزار طالب در زندان بگرام و گوانتانامو قرار داره و یا هزارها تن حزب اسلامی در زندانهای اشغالگران قرار دارن، برادران و پسران امی کشور خطه آزاده هستند که سینه خود اونا سپر کردن و در برابر اشغال می ایستند و در حال جنگ هستند. مگر اینا چون بردگی، دروغ، اخفال چیز بیش در چانته ندارن، بنان دیگه من چی عرض بدارم؟ آدم فکر میکنه یک وحدتی رو شما نمیبینین که در زندان بگرام به سر ببرن و یک جمعیتی رو من نشنیدیم که یک جمعیتی فریاد کنه که جمعیتی های ما در زندان بگرام قرار داره، اونا رو رها کنین. بیغم آرام همه از اونا
امو گفته امریکایی را عرض می‌دارم و کریتن استیک، امو سایکولوژی که سفارش می‌داره برای رام ساختن حیوانات، اینا را با امو طریق آسان و ساده رام ساختن و می‌دوانن مرکب اغیار و اشغالگران گردیدن. به هر حال دوستان عزیز، میتونین تلفن بزنین با هم مسائل افغانستان. بله.